سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بنده پوریا گیمر هستم از کانال پوریا گیمر. امروز با یک ویدیو خیلی متفاوت اومدیم با بازی استیک فایت، یا همون آدمی که آدم میکشه. ببینیم که تا چه سطح از این بازی رو میتونیم طی بکنیم. این بازی خیلی کار سختی خاص خودشو داره. من که فعلا تا کلاه قرمزا نه کلاه سبزا بیشتر نتونستم برم، واقعا خودش خیلی سخته. راهنماییش هم اینه که سفیدا رو که با یه ضربه میتونی بکشی، قرمزا رو باید با 2 تا ضربه به یه طرف بزنیش، ولی سبزا رو باید اول یه ضربه به مستقیمت بزنی و یک ضربه هم به اون ور آدمک بزنی. یعنی یه ضربه به سمت راست یا چپ اول میزنی، بعد معکوسشو میزنی، یعنی برابر نیست. حالا میریم سراغ این بازی مهیج. فقط قبل از اینکه بریم سراغ بازی یادتون نره که کانال های ما رو حتما دنبال کنید که ما دیده بشیم. اگه خواستید ما رو به دوستاتون معرفی کنید و به کانال های ما هم گفتم بپیوندید، به کانال اینستاگرام بیشتر، چون ما تو آپارات و اینا فعالیت کمتر داریم. اینستاگرام بریم لیتس گو ببینیم بازی چی میشه. بریم. خب اول یک آدم بیشور داره میاد. حالا اینجا میزنیمش. سکه ها رو حتما یادتون باشه بگیرید. نگرفتم. همین اول کشته شدم. هدیه داد خب اینم یه هدیه دیگه. کلاه گرفتم. عالی. بریم سراغ ادامه ویدیو. نمیار باشیم بتونم بزنمش. یه ضربه 2 ضربه. سکه نمیتونم بگیرم. حالا میریم اینجا. چرا من نمیتونم سکه رو بگیرم؟ نکن. این یه قرمز است. باید جوری بزنیم که حالا سبز اومد. دیدی چجوری زدیمش؟ من فشار آوردم، فشاری کردم من. ببینید تا چه حد بدبختی. نگاه کنید. خیلی سخته. خیلی فشار زیاد شده رو بچه ها. تو کامنت ها حتما بنویسید بازی مورد علاقتون بعد از این بازی چیه و بگید که چه گیم پلی هایی بذارم. کشته شدم. حتما این ویدیو رو لایک بکنید و لایک یادتون نره و تو کامنت ها بنویسید که از چه بازی خوشتون میاد که من سری بعدی دفعه بعدی که فردا هستش یک از همون ویدیو بازی بذارم. ماینکرافت میخواین، کلش آف کلنز میخواین، رویال میخواین، هر چی میگید بگید، هر چی دوست دارید سفارش بدید. 1 دقیقه دم خونتونه، 3 سود دم خونتون هستش. بریم یه دست دیگه داشته باشیم ببینیم تا چه حد میتونیم بریم. من کمربند سبز فعلا گرفتم. خیلی بازی سخت و مهیجیه واقعا. پیشنهاد میکنم نصبش کنید، بازی کنید، لذتش رو ببرید. ولی بازی خیلی سختی، نیاز به تمرکز بسیار بالا داره. یا حضرت عباس. خیلی سخته. یا اول فصل همه چیکار کنن. یه بار دیگه سقط شدم. دماغم میخورد. دماغمون رو بخارانیم. چند شد؟ 4 شد. خب هنوز وقت هست. سکه رو بگیرم. یه دیگه سکه. این سکه ها بچه خیلی مهمه،
شما رو به کمربند گرفتن سری نزدیک میکنه. وای من فشاری شد جو آقا بارونم میاد. هوا صاف شد اصلا لیز بکنیم یکیم پایین. یا خدا فشاری شده سوار گاری شده یا حسین. این سبزا خیلی مشکل هست ولی من دارم همه تلاشمو میکنم. اینم که این رکورد رو بشکنم. متاسفانه هنوز نتونستم کمربند سبز برم بالاتر. حالا اگه شما تونستید کامنت بذارید سطح بازی ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. سکر یادم رفت بگیرم. اوه یه خریت محض کردم که نگم بهتره. سکر گرفتم. آره حالا باید بچه این سبز خیلی خطرناک خیلی قرمزام خیلی مخن یاسه. یک بچه ها خیلی بازیش سخته و پیشنهاد میکنم به اعصابتون مسلط باشید. شاید اگه بعد از یکی دوبار نتونید این بازی رو مثلا برید و آزمون شما رو کشتن شاید اصلا گوشی رو پرت کردن از پنجره بیرون. حالا دیگه میل خودتونه. هوا برفی شد. این گوشیه که نابود میشه واقعا خدا وکیلی. این گوشیه که یه دفعه دیدید پرتش کردید بیرون از پنجره. خدا وکیلی حواستون باشه این بازی رو انجام میدید اصلا اعصابتون خیلی از بازی هستن که خیلی تمرکزی هن و اصلا داغون میشه اعصابتون اگه بخواید بازی کنید. شانس بردم. همون برفیه چقدر سرده چقدر تناقض داره بازی. چرا هیچی نمیشه خدا. چندان شد ویدیو؟ 8 دقیقه 10 دقیقه بذاریم. خب یه دسته دیگه هم میریم انشالله که 10 که باید رکورد بزنیم اینجا ببینیم که چه کار میشه کرد. سکه رو گرفتم. این سکه دیگه. از اون دنبالی سکه هوا آفتابی شد ولی برف همچنان داره میداره. برف هم الان برف هم بازیش گرفته میباره. فشاری شدم همه طرف میباره. یا خدا قرمز منو چیز کرد. من رو گرفت. یه دسته دیگه هم میریم بعد دیگه حالا دستم خورد به این چیزه ریکورده. بالا بذارم ریکورداری. یه دسته دیگه منم خیلی دست رفتم مثلا نمیتونم خیلی سخته واقعا. حالا باز در روزهای آینده این بازی رو حتما خواهیم رفت. شما تو کامنت ها بگید چه بازی انجام بدیم. این بازی هم میدیم هرچی عشقتونه مثل آهنگ مثلا درخواسته. این سبزا خیلی بدن خیلی بدن. حتی چیز بالاتری هم هست از این سبز. اونایی که این بازی رو دارن از این یا همین دوتا سطح هن مثلا قرمز و سبزن یا بیشتر هم هستن. کلاه آبی مثلا یا کلاه طلایی مثلا اینجوری.
یه هایی باید 100 تا ضربه بزنی که بهشون بزنی بمیرن. هوا بارونی شد، بارون متنفرم، لیز میخوریم. سکرم کنیم بگم شد. برو همه میکشن جر میکنن. چند دقیقه ویدیو شد. خب دوستان به پایان ویدیوی امروز رسیدیم. اگه خوشتون اومد یادتون نره ویدیوی ما رو لایک کنید و اگه دوست داشتید ما رو به دوستاتون معرفی کنید و شبکه‌های اجتماعی ما رو هم دنبال کنید تا دیده بشیم. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدارتان باشد. خدا حافظ.